سلام به روی همتون. یه همچین سینی خوشمزه‌ای با 800 گرم گوشت مرغ چرخ کرده یا گوشت چرخ کرده مرغ درست شده و من به جای آرد سوخاری و اینجور چیزا 2 سیب زمینی پخته توش رنده کردم که به نظرم خیلی آبدار و خوشمزه کرد. ادویه ها رو براتون تو کپشن می نویسم و این مخلوطی هم که می بینین پیاز، فلفل دلمه‌ای سبز و سیر هست. خیلی کم زعفرون زدم. ادویه‌ام که براتون تو کپشن میگم هم میزنیم و بعد توی تابه پهن میکنیم. این اندازه 800 گرم 2 از این تابه ها میشه، یعنی 2 400 گرم. کفش روغن زیتون مالیدم و مرغا رو توش پهن کردم. الاکم ایراد نگیرین، نوه جان برام زده و بهش قول دادم که فعلا پاک نکنم، زیاد دوام نکنین که لاک داشتم، ولی با روی دستم غذا رو زدم. اینجوری فرمش بدین و سرخ کنین و هرگز روی گاز که شکلش دایره هست مایتابه مربع شکلی نذارین، چون هی باید تکونش بدین که همه جاش سرخ بشه. برنجم که سفید و خوشمزه، سبزی کنارش، لیمو ترش و زرشک و حالا هرچی که دوست داشتین. نوش جانتون.